امروز اومدیم برای معرفی یه دونه دیگه از دستگاه تکنوجیم باشگاه فیت. این دستگاه برای عضله‌های پهلوه. کارکردش رو بهتون نشون میدم. پاها اینجا قرار میگیره به این صورت. بعد میشه جهتش رو عوض کرد. اون سمت رو هم تمرین داد. خب این دستگاه نسبت به حرکاتی مثل پهلو با وزنه فشار خیلی بهتر و دقیق‌تری داره روی عضلات موربی و پهلو. همونطور که میبینید با یه علامت لبخند یا لاک‌پشت یا خرگوش سرعت و درستی ریتمتون هم روی مانیتور نشون میده. اگه لبخند بیاد یعنی با ریتم خوبی دارین میزنین، اگه لاک‌پشت بیاد یعنی خیلی آروم دارین میزنین و اگه خرگوش بیاد یعنی خیلی ریتمتون سریعه.